آیا از زندگی خود رنج میبرید؟ آیا غم و غصه شما را احاطه نموده است؟ آیا امیدی به آینده ندارید؟ به خدا قسم ما از شما بدتریم. چیه فکر کردید تبلیغاته؟ کاملا درست حد زدید. بله، یه برنامه تبلیغاتیه و من قرار هست این مشکلاتتون رو حل بکنم به همین راحتی. حالا برای اینکه این مشکلاتتون حل بشود باید ریشه مشکلات رو پیدا بکنیم و ریشه مشکلات چیزی نیست جز این که بله کاملا نگاه کردم، بله شما یک ایرانی هستید. این ریشه مشکلاته، کاملا واضح و مشخصه. یعنی اگر دارید این برنامه رو میبینید و این مشکلاتی که گفتم رو هم دارید 100% شک نکنید شما یه ایرانی هستید به همین راحتی. حالا راههایی وجود داره برای اینکه این مشکلات رو حل بکنید. یکی از این راهها خودکشی هست. البته خودکشی یه مقدار سخته، یه مقدار دردناک. آره اینو زیاد بهش فکر نکنید. برید رو گزینه بعدی. گزینه بعدی مهاجرته. مهاجرت هم نیاز به تخصص داره، نیاز به این داره که زبان یاد بگیرید. اینم یه مقدار سخت، اینم بلش کن. یه راه دیگه وجود داره، این که مهاجرت کنید ولی غیر قانونی. اینم نیاز به پول داره و احتمال داره که خوراک کوسه ها بشید دیگه. اونم یه مقدار هم دردناکه، یعنی هم باعث شده که یه مقدار پول خرج کنید و هم جون خرج کنید دیگه. اونم توصیه نمیکنم. آیا به دنبال شادی و خوشحالی میگردید؟ خب چرا این هم تفره میرید بابا؟ خب این همه داریم طولانی میکنیم. تبلیغ اینجاست دیگه، میگه که بیاین برنامه ما رو نگاه کنید. کل حرفم این بود، بیا این برنامه‌ای که این همه زحمت کشیدم واسش رو نگاه کنید. به خدا نه دردآوره نه زجرآوره، دردتون نمیاد، نگران نباشید. نه قرار پولی خرج کنید رایگان کاملا، نه نیاز به تخصص داره، نه نیاز به زبان داره. حتی من زباناش هم دارم ترجمه میکنم واسهتون، اصلا ترجمه کردم. نیازی به هیچی نداره. خیلی راحت میشینید اینجا و با هم دیگه شروع میکنیم موضوع امروز خودمون رو. موضوع چی هست؟ بریم ببینیم که موضوع رو پیدا بکنیم. من تا پیداش بکنم. بله، How to make yourself happy. چگونه خودتان را خوشحال کنید. موضوع برنامه این هست. منبع این مطلب هم سایت ویکی هاو هستش. سایت ویکی هاو، من ببینم میتونم این بله قلم لیزرمو پیدا کنم. ویکی هاو سایتی هستش که این مطلب رو چکار کردیم پیدا کردیم. How to make yourself happy. بریم که داشته باشیم. این مطلب به 3 بخش تقسیم میشه. یه بخشش altering your perspective، تغییر دادن طرز فکرتون. یه قسمتش taking action، اقدام کردن. و یه قسمت دیگهش taking care of yourself، مراقبت کردن از خودتون. چون مطلب خیلی طولانی میشد من فقط به همین یه دونه بسنده کردم. همین یه دونه هم خودش خیلی طولانی میشه برنامه. اگر دوست داشتید از این قسمت لذت بردید میتونید پیشنهاد بدید تا این 2 قسمت دیگر هم براتون بسازم به همین راحتی. خب بریم سراغ بخش اول، altering your perspective. اگه میخوام خوشحال باشید با تغییر دادن طرز فکرتون میتونید خوشحال باشید به همین راحتی. خب همین قسمت خودش شامل 7 بخشه. 7 بخش و تیترش رو میگم، بعد میریم تک تک توضیح میدیم که اینا یعنی چی هستن. Number 1, be who you
want to be. همون کسی باش که میخوای باشی. Number 2. Think positively. مثبت اندیش باش. Number 3. Live in the present. در زمان حال زندگی کن. Number 4. Be grateful for what you do have. قدردان داشتهات باش. Number 5. Take a step back from your situation. از موقعیت خودت یک قدم عقب برو. Number 6. چقدر تون میرم. خب میخوام چون تک تک توضیح بدم، اینا رو فقط دارم مرور میکنم دیگه. Number 6. چرا من نمیبینم اینجا؟ بذار اینا یه لحظه تکونش بدم. خب Get more comfortable about being selfish. در مورد خودخواه بودن راحت تر باش. و آخریش Number 7. Surround yourself with people who make you feel good about yourself. خودت رو با افرادی احاطه کن که باعث میشن نسبت به خودت احساس خوبی داشته باشی. تمام شده رفت. خب شروع میکنیم با نام و یاد خدا. خب بریم ببینیم که چطوری هست. نمیدونم اینجا چرا الان درست شد. میگه if you want to make yourself happy، اگه میخواین خودتون رو خوشحال کنید، then you have to know what you want and to be comfortable asserting your needs. اگه میخواین خودتون رو خوشحال کنید باید بدونید چی میخواین و بتونید نیازهاتون رو به راحتی بیان کنید، assert کنید، بتونید اون چیزی که در درون وجودتون هست رو چیکار کنید؟ ابراز کنید. Okay? You also have to make sure you have a positive mindset. همچنین باید مطمئن بشید که طرز فکر مثبتی دارید. Take action to live a happier life. برای داشتن یک زندگی شادتر اقدام میکنید. And take good care of yourself even if you're having a rough week. و حتی اگه در حال سپری کردن یه هفته سخت هستید از خودتون به خوبی مراقبت میکنید. The most important thing is that you know that happiness is within your reach if you're willing to work for it. مهمترین چیز اینه که بدونید اگر مایل به تلاش برای رسیدن به شادی و خوشحالی باشید این امر در دسترس شماست. کل حرفش چی بود؟ کل حرفش این بود اگه میخوایم واقعا خودتون رو خوشحال کنید، مرحله اولش باید بدونید چی میخواین. حالا که فهمیدید چی میخواین این رو بتونید ابرازش کنید. من اینو میخوام. تموم شده رفت. حالا راهاش هم که اینجا چیه مشخصه. بریم ببینیم که راهها چیست. Number 1. Be who you want to be. همان کسی باش که میخواهی باشی. وقتی فکر کنی در درون خودت میفهمی که من میخوام این شخصیت مثلا باشم، همون باش دیگه. بریم، من زیاد نباید حرف بزنم، باید این رو بخونیم، نکات مهم رو یاد بگیریم. میگه که فقط انرژی داشته باشید. نگاه کنید انرژی داشته باشید و الا روش های دردآور دیگر رو باید امتحان کنید. میگه که if you really want to make yourself happy، اگه واقعا میخواین خودتون رو خوشحال کنید، الکی نیومدید اینجا، then the best thing you can do is to be who you were meant to be. بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که همون کسی باشید که قرار بوده باشید. یعنی چی؟ This means not being the person you think your boyfriend, parents, co-workers or friends want you to be. میگه این به این معنی نیست که اون کسی باشید که فکر میکنید دوست پسرتون، نمیدونم دوست دخترتون، حالا اینجا ننوشته، والدینتون، همکارانتون یا دوستانتون میخوان. خب But the person who feels the most like you.
بلکه اون کسی باشید که بیشترین شباهت رو به شما داره. But the person who feels the most like you. Okay? If you feel like you're always faking it or putting up a front, then you won't ever be able to enjoy your life or to truly be happy. اگه احساس میکنید همیشه تظاهر میکنید یا حفظ ظاهر میکنید، هرگز نمیتونید از زندگیتون لذت ببرید یا واقعا خوشحال باشید. خیلی ساده. بنابراین ته حرف چیه؟ ته حرف اینه که نگاه کنید تو وجودتون که کی میخواین باشید، همون باشید، نه اون کسی که دیگران ازتون میخوان. همین. حفظ ظاهر اگه میکنید، تظاهر میکنید، این باعث میشه که خوشحال نباشید. You may not even realize that you're not being true to the person who you are until you pause and check in with yourself. حالا از کجا بفهمید من همونی هستم که تو وجودم میخوام؟ میگه شاید خودتون نفهمید، ممکن است حتی متوجه نشید که با خودتون صادق نیستید. بله، گاهی وقتا اصلا شما نمیدونید که دارید تظاهر میکنید، خودتون نیستید. میگه راهش چیه؟ راهش اینه until you pause and check in with yourself. این که چیکار کنید؟ مکس کنید، پاز، یه لحظه استوب کنید خودتون رو. پاز رو دیدید دیگه توی کنترل‌ها، پاز، استوب کنید و خودتون رو بررسی کنید. برید درون خودتون رو بشکافید. برید درون خودتون رو ببینید و ببینید که واقعا اون کسی هستید که خودتون میخواین یا نه. The next time you step out into the world, ask yourself if you're really being the person you want to be. دفعه بعدی که پا به دنیا بیرون میذارید، از خودتون بپرسید که آیا واقعا همون کسی هستید که میخواین باشید یا نه. بریم قسمت بعدی. Sometimes you may just not be the person who you truly want to be. گاهی اوقات ممکنه شما اون کسی نباشید که واقعا میخواین باشید. Yet people find you fun and acceptable, which is a sign that you have to change. با این حال مردم شما رو سرگرم کننده و قابل قبول میدونن که نشونه‌ایه که باید تغییر بکنید. پس اگه اومدید دیدید که مردم شما رو با این ویژگی دوست دارن ولی شما با این ویژگی حالتون خوب نیست، خوشحال نیستید، مهم نیست. باید چیکار بکنید؟ خودتون رو تغییر بدید. Living up to everyone's expectations of course doesn't seem right. برآورده کردن انتظارات همه مسلماً درست به نظر نمیرسه. More importantly, you should prefer to live up to your own expectations. مهمتر از اونها، شما باید ترجیح بدید مطابق انتظارات خودتون عمل کنید. نمیدونم چرا لحن خوندنم تغییر کرد. میگه more importantly you should prefer to live up to your own expectations and don't forget to set the right expectations. میگه که مهمتر از اون شما باید ترجیح بدید مطابق انتظارات خودتون عمل کنید و فراموش نکنید که انتظارات درستی رو تعیین کنید. دیگران از شما یه سری انتظارات دارن، خب برآورده کردن همه اون انتظارات هم منطقی نیستش اصلا. شما باید انتظارات خودتون رو برآورده کنید، بهشون عمل بکنید و این انتظارات هم باید، نکته‌ای که داره اینه، انتظارات درستی باشه، هر انتظاری از خودمون نداشته باشیم. Of course there are times when you have to act a certain way to conform to socially acceptable behavior. البته مواقعی وجود داره که شما باید به شیوهی بیچون و چرا عمل کنید
تا با رفتارهای قابل قبول اجتماعی مطابقت داشته باشه. یعنی هر کاری رو انجام ندید. For example, you probably shouldn't jump up and down on your desk at the school or work. You shouldn't jump up and down on your desk at the school or work to be true to who you are. مثلا میگه شما نباید توی مدرسه یا محل کارتون روی میزتون بالا پایین بپرید تا به آنچه هستید وفادار باشید. کلا اینجا توصیه کرده، میگه خودتون باشید، خود درونیتون. مثلا یه دفعه میبینید که کودک درونتون خیلی فعاله، جامعه از شما انتظار داره که خیلی خشک و اینجوری بیروح باشید. مثلا یه بچه خیلی آروم و گوگولی و اینا مثلا باشه، یه فرد گوگولی و اینا باشید، در صورتی که شما در درون خودتون یه فرد پر انرژی میبینید. خب میگه اشکال نداره شما پر انرژی باشید، اما تو بعضی از شرایط باید یک سری اجتماع رو هم the society اجتماع رو هم باید در نظر بگیرید که مثلا یه دفعه بگی خب من چون حالا انرژی دارم، حالا تو مدرسه هستم، محل کار هستم، انرژیم زیاده، حالا بپرم بالا پایین روی میز، یه دفعه برم بپرم روی میز بالا پایین. نمیدونم مثلا این چه ویژگی میتونه داشته باشه. میگه یه مقدار هم رعایت بکنید. درسته میگیم خودتون باشید، ولی خب رعایت بکنید. اون انرژی رو میتونید مثلا تو جای دیگه، توی ورزشی، توی جای دیگه میتونید تخلیه بکنید. و نهایتا میگه however in general you should seize as many opportunities as you can to be yourself. با این حال به طور کلی باید تا جایی که میتونید از فرصت‌ها برای خودتون بودن استفاده بکنید. پس نهایت سعیتون رو بکنید که خودتون باشید، اما یه مقدار هم تو بعضی جاها رعایت بکنید. Number 2, think positively. مثبت اندیش باشید. چجوری؟ Though sometimes you may think that it's impossible to think positively. اگرچه گاهی اوقات ممکنه فکر کنید مثبت فکر کردن غیر ممکنه. Being positive is something you can actively pursue, no matter your circumstances. اما مثبت بودن چیزیه که عملا میتونید دنبال کنید صرف نظر از شرایطتون. خب انرژی من داره میفته، انرژی بفرستید. If you want to be able to think positively، اگه میخوایم بتونید مثبت فکر کنید، all you have to do is to focus on the things you're grateful for and excited about. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که روی چیزهایی که بابتشون سپاسگزار و هیجان زده هستید تمرکز کنید. And learn not to dwell on the negative stuff. و یاد بگیری که روی چیزهای منفی تمرکز نکنید. If you focus on talking and thinking about the good things in your life، اگه روی صحبت کردن و فکر کردن در مورد چیزهای خوب زندگیتون تمرکز کنید، then you'll be more likely to feel optimistic. احتمال بیشتری وجود داره که احساس خوشبینی و مثبت اندیشی کنید. بنابراین میگه که اگر میخواین که مثبت اندیش باشید، کاری که باید بکنید اینه که تمرکزتون رو بذارید رو چیزهایی که بابتشون سپاسگزارید و هیجان زده میشید. روی اینها تمرکز کنید و تمرکزتون روی چیزهای منفی نباشه که توی ایران مثلا اتفاق میافته. شما موقع ذهنتون رو مثبت کنید، یه دفعه میبینید یه سری اتفاقات میافته که من نمیخوام بگم. آره. If you catch yourself
making a negative comment. اگه متوجه شدید که داره نظر منفی میدید، مثلا الان که من میخواستم نظر منفی بدم، try to counter it with 2 or 3 positive ones. سعی کنید با 2 یا 3 نظر مثبت اون رو چیکار کنید؟ جبرانش کنید. 2-3 تا نظر مثبت بدید. به 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 در ایران زندگی می‌کنیم، گل و بلبل همه چیز چقدر خوبه، مثلا اینجوری. بسیار عالی. Even just making an effort to smile will not only make the people around you feel happier, but it will make you happier too. حتی تلاش برای لبخند زدن نه تنها باعث میشه اطرافیانتون احساس شادی بیشتری کنن، بلکه خودتون هم شادتر خواهید شد دیگه. یعنی لبخند زدن شما رو خوشحالتر میکنه. Convincing yourself to smile occasionally and naturally is a bit tough, but once you achieve it, the result just won't disappoint you. میگه که متقاعد کردن خودتون به لبخند زدن گاه به گاه، یعنی اینکه بخواید لبخند بزنید اینجوری و به طور طبیعی، میگه یه مقدار دشواره بخواین این کار رو بکنید، اما وقتی بهش دست پیدا کنید نتایج شما را ناامید نخواهند کرد. یه دفعه نتیجهش رو ببینی خودتون میگید هر روز لبخند بزنید. مثلا میگه گرونی شده بچه من لبخند میزنید. بعد مثلا میگن که تحریم شدیم بچه من همجوری لبخند میزنید. بعد جنگ شده دوباره شما لبخند میزنید. آره امیدوارم که به تیمارستان کشیده نشه. خب ولی خب اینا رو رعایت کنیم، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. میرم قسمت بعدی. میگه though complaining can help make you feel better occasionally, but complaining in itself is overlooking the positive aspects of life and paying greater attention to the negative ones. میگه اگرچه شکایت کردن میتونه گاهی اوقات به شما کمک کنه احساس بهتری داشته باشید، اینو خدایش راست میگه. یعنی شما هر چقدر بتونید بیشتر فحش بدید، بیشتر شکایت کنید، گله شکایت کنید، راحت تر میشید. فکر کنم خیلی تست کرده باشید، این رو تو زندگی تجربه کرده باشید. اما شکایت کردن به خودی خود نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت زندگی و توجه بیشتر به جنبه‌های منفی است. If you make a habit of it اگه به اون عادت کنید then you'll naturally be more likely to feel pessimistic. طبیعتاً احتمال بدبینی و منفی نگریتون رو بیشتر خواهد کرد. پس اگه میخوام منفی نگر نباشید شکایت رو کمترش کنید. Number 3 میخوام انرژی زیاد باشه. من خودم انرژی کم کم افت میکنه میدونید، ولی شما باید اون انرژی رو داشته باشید، هی گوش بدید، هی انرژی بفرستید که من بتونم ادامه بدم. مرسی. Live in the present. در زمان حال زندگی کنید. اینو خیلی شنیدیم. Live in the present. One way خیلی صدام جیغه احساس میکنم نه؟ One way to make you باید خیلی بالا صحبت نه. One way to make yourself happy is to focus on the world right in front of you instead of worrying about the past or the future. یکی از راه‌های شاد کردن خودتون اینه که به جای نگرانی در مورد گذشته یا آینده روی دنیای روبرویتان تمرکز کنید. خب نگران گذشته و آینده نباشید. چیزی که الان روبروتونه، چیزی که روبروتونه منم. فکر کنم بیشتر نگران میشید من رو میبینید. سعی کنید به هم گذشته و آینده فکر کنم بهتر باشه. خب میگه though it's not always easy to forget past mistakes or to stop being anxious about the future. اگرچه فراموش کردن اشتباهات گذشته یا متوقف کردن نگرانی در مورد آینده همیشه آسون نیست. The more you make a habit of
focusing on the present moment. اما هرچی بیشتر عادت کنید که روی لحظه حال تمرکز کنید the more likely you'll be to make yourself happy. احتمال شاد شدنتون بیشتر خواهد شد. اینم از این. با اینکه میگه سخته ولی خب سعی بکنید که در لحظه حال باشید. You can have a set time each day for worrying about the future or dreading the past. میتونید هر روز، حالا برای اینکه مثلا یاد بده چگونه میتوانیم در لحظه حال باشیم، میگه میتونید هر روز زمانی رو برای نگرانی در مورد آینده و یا ترس از گذشته تعیین کنید. بگید از این ساعت تا این ساعت میخوام نگران آینده باشم یا ترس از گذشته رو بشینم بررسی کنم، ولی تو بقیه تایم های زندگی میخوام چیکار کنم؟ در لحظه حال باشم. تا کم کم چیکار کنیم؟ این تایمر رو مثلا کلا حذف بکنیم و کلا در لحظه حال زندگی کنیم. But you should push those thoughts aside if you want to enjoy your daily interactions. Also while thinking about the future or past one. Forgets about the present, and the present time is the only time when you have some power to act. اما اگر میخواین از تعاملات روزانه‌تون لذت ببرید باید این افکار رو کنار بگذارید. Push those thoughts aside if you want to enjoy your daily interactions. همچنین هنگام فکر کردن به آینده یا گذشته زمان حال رو فراموش میکنید و زمان حال تنها زمانیه که قدرت عمل دارید. یکی از زیباترین جمله‌ای که الان داریم توی این بخش همینه که میگه چی میگه؟ The present time is the only time when you have some power to act. تنها زمانی که شما میتونید یه اقدام بکنید. الان تصمیم گرفتید که خوشحال باشید، نشستید دارید این برنامه، این ویدیو رو تماشا میکنید، درسته؟ پس الان قدرت عمل دارید. اما اگه به گذشته فکر کنید، نشستید دارید فقط فکر میکنید، هیچ کاری نمیتونید انجام بده. اگه راجع به آینده دارید فکر میکنید، دوباره بازم کاری نمیتونید بکنید. الان هست که مهمه. Just now is important. If you have trouble living in the present, اگر در زندگی در زمان حال مشکل دارید، try yoga or meditation. یوگا یا مدیتیشن رو امتحان کنید. اگه فکر میکنید سخته میتونید اینها رو امتحان کنید. حالا اونایی که مذهبی هستن و اینها میتونن به اعمال مذهبیشون هم بپردازن. اونم یه نوعی به هر حال یوگا یا مدیتیشن و ایناست دیگه. These daily activities can help you feel centered. این فعالیت‌های روزانه میتونه بهتون کمک کنه تا احساس تمرکز کنید. تا تمرکزتون رو چیکار میکنه؟ تا تمرکزتون رو بیشتر کنه. Think about it. So, something frustrating happened at work. میگه به این فکر کنید که یه اتفاق اعصاب خورد کنید تو محل کارتون افتاده. And now it's keeping you from enjoying your time at home with your family. حالا مانع از لذت بردن شما از وقت گذروندن تو خونه با خانواده‌تون میشه. Why not compartmentalize instead of letting one event ruin all of the events after it? چرا به جای اینکه اجازه بدید یه اتفاق تمام اتفاقات بعدی رو خراب کنه، مسائل رو دسته‌بندی نمی کنید؟ یه اتفاق افتاده توی محل کار، حالا اومدید توی خونه بازم اعصابتون خورده و لذت نمیبرید از با خانواده بودنه. تو خونه اعصابتون خورد شده، حالا اومدید محل کار. یادتون باشه مثلا بعد نمیدونم من چرا انقدر میخندم، مثلا فرض کنید بعضی وقتا معلما می اومدن مدرسه، بعد میگفت به اعصابش خیلی خورد بود، بعد میگفتیم این مثلا
فکر کنیم خونه دعوایی شده و اینها، الان امروز خیلی اعصاب نداره مثلا. خب چرا وقتی یه اتفاق توی یه جای دیگه افتاده ما توی یه جای دیگه داریم چیکار میکنیم؟ زورمون رو میزنیم که اون اتفاق رو دوباره یادآوری کنیم و اعصاب اون رو خورد بکنیم. میگه به جای این کار بیا اینا رو دسته‌بندی کنیم، بگیم آقا این مشکل برای محل کارمه پس بهش فکر نمی کنم دیگه. توی محل کارم حالا بهش فکر میکنم. این مشکل خونه است، تو خونه بهش فکر میکنم، یا حالا هر چیزی. Plus if you focus more on the present then you'll be more attuned to the work you're doing. به علاوه اگه بیشتر روی زمان حال تمرکز کنید بیشتر با کاری که انجام میدید هماهنگ خواهید شد. And will be better at listening to the people in your life. و در گوش دادن به حرفای اطرافیانتون بهتر خواهید بود. الان نگاه کنید، اگه در لحظه حال باشید دارید میفهمید من دارم چی میگم. خب اگر برنامه رو دارید داد میزنم اگه الان دارید برنامه رو نگاه میکنید فکرتون به گذشته است و آینده است، اینجوری فقط من دارم حرف میزنم فایده نداره. اگر یه لحظه احساس کنم در لحظه حال نیستید به حرف من گوش نمیدید یه دفعه داد میزنم بپرید، حواستون باشه. خب even if something frustrating happens at work or anywhere no use of bringing it up again and again to the present moment. It is just as if you are trying to live the frustrating moment again and again, which doesn't seem right, or does it? خب میگه حتی اگر اتفاق اعصاب خورد کنید توی محل کار یا هر جای دیگه افتاده باشه فایده نداره که بارها و بارها اون رو به لحظه حال بیارید. انگاری دارید سعی میکنید اون لحظه عصبانی کننده رو بارها و بارها زندگی کنید. فرض کنید یه اتفاق عصبانی کننده افتاده، شما هی دوباره دارید بهش فکر میکنید. خب اون وقتی دارید فکر میکنید انگار دوباره دارید همون رو هی با خودتون حمل میکنید. یعنی همین الان دوباره اعصابتون خورد شده، دوباره میرید جلوتر دوباره اعصابتون خورد شده، دوباره اعصابتون. چه کاری؟ این اتفاق افتاد تمام شد دیگه، حالا از لحظه حال لذت ببرید. Number 4 be grateful for what you do have. قدردان داشتهاتون باشه. هر چیزی که دارید رو قدرش رو بدونید، شکرگزار باشید. Another way to make yourself happy is to make gratitude a priority. زبانم تمام شده. راه دیگر برای شاد کردن خودتون اینه که سپاسگزاری را در اولویت قرار بدید. سپاسگزار باشید. Sit down with a piece of paper and write down all of the things you're grateful for. واقعا نمیدونید من تو چه شرایط سختی دارم این برنامه رو ضبط میکنم. خیلی سخته. نگاه کنید من همش دارم از دستمال کاغذی استفاده میکنم، همینجوری عرق داره میریزه. شرایط خیلی اسفباری هست ولی خب مهم نیست. اینو خواستم بگم که نشستید زیر باد کولر رو نمیدونم لم دادید و دارید این برنامه رو نگاه میکنید. آره زحمت کشیده شده، توجه کنید خواهشم بهش، بتونید 4 نکته مناسب یاد بگیرید. یعنی اینجوری نباشه فقط به فکر آینده و گذشته باشید و ما رو هم فقط همینجوری پلی کرده باشید، صدای نکره ما رو گوش بدید. آره صدای من را گوش بدهید. Sit down with a piece of paper and write down all of the things you're grateful for. با یه تکه کاغذ بنشینید و تمام چیزهایی را که بابت آنها سپاسگزار هستید بنویسید. Tell yourself you won't stop writing until you filled a page. به خودتان بگویید که تا زمانی که یک صفحه را پر نکنید دست از نوشتن نخواهید کشید. Take the time to read these items aloud. وقت بذارید و این موارد رو با صدای بلند بخوانید. And to be truly thankful for all of the joy and happiness in your life. و واقعا
از تمام شادی ها و خوشبختی های زندگیتان سپاسگزار باشید. You can be grateful for something as important as your health as well as something more simple. میتونید هم برای چیزی به مهمی سلامتیتون و هم برای چیزهای ساده تر، مثلا مثل چیز such as the delicious coffee at your favorite cafe down the street، یا چیزهای ساده تر مثل قهوه خوشمزه در کافه مورد علاقهتون در خیابان سپاسگزار باشید. میگه بیاین و اون چیزهایی که راجبشون سپاسگزار هستید چه خیلی مهم باشن، مثل سلامتیتون، و چه زیادم آنچنان چیز پیچیده ای نباشه، یه چیز خیلی ساده، مثلا یه قهوه خوردید، بابت این چی سپاسگزار هستید. اینا رو بنویسید و بلند بلند بخونیدشون و بدونید که چه چیزهایی در زندگی دارید که باید سپاسگزار باشید بابتشون. Make a habit of cultivating gratitude. عادت قدردانی رو در خودتون پرورش بدید. If something good happens to you، اگه اتفاق خوبی براتون رخ داد، make a note of how grateful you are for it. یادداشت کنید که چقدر بابتش سپاسگزار هستید. If you are on the lookout for things you should be grateful for، اگه به دنبال چیزهایی هستید که باید بابتشون سپاسگزار باشید، you'll find that you have much more to be happy about than you thought. متوجه خواهید شد که چیزهای بیشتری برای خوشحال بودن دارید تا آنچه فکر میکردید. قبل از اینکه بخواید بنویسید راجع به اون چیزهایی که بابتشون سپاسگزارید، فکر میکنید که خب چیزی ندارم که راجبش سپاسگزار باشم، همش قور میزنیم، ناله میکنیم و اینا، چیزی نیستش. ولی وقتی میایم تک تک مینویسیم، من مثلا سلامتی دارم، مثلا من الان میتونم یه چایی بخورم، دندان دارم یا ندارم، حالا هر چیزی که هست، چیزایی که دارید. الان مثلا من میگم دندان دارم، یه نفر میگه وای دندون آخریم درد میکنه، اینجوری. هر چیزی که دارید، هر چیزی که دارید، درسته، راجبش سپاسگزار باشید. بعد میبینید چقدر چیزا هست که دارید قبلا نمیدونستید و راجبش سپاسگزار نبودید. مثل خودم که واقعا سخته واسه من نوشتن خدایش، ولی خب میتونید فکر کنید. اگه مثل من یه مقدار تنبل هستید بنویسید، میتونید فکر کنید راجبش. Take the time to thank people for what they've done for you. برای تشکر از مردم به خاطر کاری که برای شما انجام دادن، whether they've done something big or small. چه کار بزرگ و چه کار کوچیک وقت بذارید. Take the time. Take the time to thank people for what they've done for you, whether they've done something big or small. به خاطر کارهای کوچیک و بزرگشون که مردم وقت گذاشتن چیکار بکنید؟ تشکر بکنید ازشون. This shows that you're paying attention. این نشون میده که شما بهشون توجه میکنید. Number 5, take a step back from your situation. از موقعیت خودت یه قدم عقب برو. خب یه لحظه میتونید استاپ بکنید این برنامه رو، چون برنامه طولانی شده دیگه، شما انرژیتون احتمالا افتاده باشه، یه استراحت بکنید بعد بیاین این برنامه رو ادامهش رو ببینید. و الا اگر خسته بشید حرف منو گوش ندید، گفتم باور کنید یه دفعه دیدید مثلا اینجوری یه سنگ، یه چیزی از داخل اون صفحه‌ای که نمایشتون اومد بیرون. حواستون باشه. Take a step back from your situation. از موقعیت خودت یک قدم عقب برو. یعنی چی اصلا؟ بریم نگاه کنیم. Another way to make yourself happy is to get some perspective. راه دیگه برای شاد کردن خودتون اینه که از زاویه دیگه و با دید وسیع‌تر به قضیه نگاه کنید. منظورش اینه. Take a step back
and look at your situation from the outside. یک قدم به عقب بردارید و از بیرون به شرایطتون نگاه کنید. یه خاطره یادم اومد از یعنی یه کلیپی بود، فکر کنم دیدید، اگر ندیدیدم جستجو کنید، فکر کنم میاد. این یکی از بازیگرا اگه اشتباه نکنم آقای چیز بود، آقای جواد عزتی بود اگه اشتباه نکنم. بعد داشت تعریف میکرد، میگفت که پدرم همیشه من نصیحت میکرد، میگفتش که پسرم اگر میخوای بنایی کنی، یه بنا میخوای بیاری برای خونت، حتما اون بنای سیگاری باشه. بعد میگه مثلا من تعجب کردم که چرا مثلا باید اینطوری باشه. میگفت به خاطر اینکه اون فردی که سیگاریه، بنایی که سیگاریه، میاد آجورایی که میچینه هر کدوم تک تک، بعد از یه مدت دوباره میاد عقب وای میسه، سیگار رو روشن میکنه، بعد اون آجورایی که چیده رو نگاه میکنه، برای همین میفهمه که داره چیکار میکنه. آره. بعد میگه این شد یه درسی برای من تو زندگی که حالا اونی که بعضیا درس زندگی میخوام بگیرن میرن سیگاری میشن نه یه راهشه، ولی خب اونی که حق مطلب رو موقع ادا کنه چیکار میکنه؟ میره وای میسه عقب، میگه منم یاد گرفتم این رو که هر وقت هر کاری میکنم یه ذره بیام عقب وایسم، نگاه کنم ببینم چیکار کردم، یه ذره استاپ بکنم، به گذشته نگاه کنم ببینم چه کاری رو انجام دادم و بعد ادامه مسیر بدم. حالا اینم دقیقا داره همینو میگه، یعنی دقیقا همینه، این که میگه take a step back and look at your situation from the outside. از بیرون به قضیه نگاه بکنید، تو موقعیتی که هستید بیان بیرون قضیه رو نگاه کنید. Sure you may be having some bumps in your relationship. ممکنه که در روابطتون با مشکلاتی مواجه باشید. Or you may be putting in too many hours at work recently. یا اخیرا ساعت زیادی رو در محل کارتون گذرونده باشید. But on the whole، اما در کل، you have a roof over your head. یه سقفی بالا سرتونه. Some love and joy in your life. عشق و شادی تو زندگیتونه. And many other things to be grateful for. و بسیاری چیزهای دیگه هست که باید بابتشون سپاسگزار باشید. It's easy to feel miserable when just one or two things in your life are going wrong. خیلی ساده است که احساس بدبختی کنید وقتی یکی دو تا چیز تو زندگیتون اشتباه پیش میره. But if you want to make a habit of happiness، اگه میخواین که اما اگه میخواین عادت شادی رو تو خودتون ایجاد کنید، then you have to practice looking at the big picture. باید تمرین کنید که به چشم انداز و نمای کلی نگاه کنید. این که دو تا اتفاق مثلا ناراحت کننده افتاد، به این هی نگاه کنم تمرکز کنم، خب غمگین تر میشم. ولی وقتی بیام از بیرون به قضیه نگاه کنم، بگم خب این همه من شادی و خوشحالی و اتفاقات خوب تو زندگیم هست، حالا یه دوتا هم اتفاق بد افتاد دیگه، چه لزومی داره احساس ناراحتی کنم؟ ناراحتی باشه خیلی کم دیگه مثلا میگه خب یعنی ناراحت نشیم راجع به چیزایی که هست، خب ناراحت بشیم ولی خیلی کم، به اندازه همون اتفاقه، نه دیگه افسرده بشیم، فکر خودکشی و نمیدونم فلان و اینها، اینجوری هم نباشه دیگه، در حد معقول. This may be the last thing you want to hear when you feel truly miserable. این شاید آخرین چیزی باشه که وقتی واقعا احساس بدبختی میکنید بخوایم بشنوید. But it's important to think about how from the outside your life may look pretty rosy even if you don't feel that way. اما مهم اینه که به این فکر کنید که چطوری از بیرون زندگی شما ممکنه کاملا امید بخش به نظر برسه، حتی اگه خودتون اینطور احساس نکنید. Even the fact that you have access to the internet and can find help here is a sign that
Your situation isn't as dire as you may think. حتی این واقعیت که به اینترنت دسترسی دارید و میتونید در اینجا کمک پیدا کنید نشونه اینه که اوضاع اونقدرها هم که فکر میکنید وخیم نیست. الان این همه پول اینترنت دادید، نمیدونم، درسته من میگم این برنامه ما خرجی نداره ولی خب بازم دارید یه هزینه میکنید، هزینه اینترنت دادید، اینترنت الان دسترسی دارید، بالاخره یه گوشی دارید، لپتاپی دارید، کامپیوتری دارید این برنامه رو نگاه میکنید. همه اینها یعنی بالاخره اونقدرها هم آدم بدبختی به نظر نمیرسه که باشه دیگه، درسته. و اینکه من هم وقتی دارم این برنامه رو ضبط میکنم یه سری تجهیزات دارم که میتونم این کار رو انجام بدم، پس معلوم میشه منم اون در اون حد بدبخت نیستم که شرایط اسفبار باشه، پس میتونیم خوشحال باشیم. Number 6. Get more comfortable about being selfish. در مورد خودخواه بودن راحت تر باش. بعضی میگن خودخواهی بده، آقا من همش بخوام راجب خودم حرف بزنم و خودم بخوام و اینها، این بده. میگه نه، خیلی راحت باشید راجب خودخواه بودن. چطوری؟ حالا توضیح میده. میگه one of the reasons you may feel like one of the reasons you may feel like you're unable to make yourself happy is because you're always putting other people before yourself. یکی از دلایلی که ممکنه احساس کنه قادر به شاد کردن خودتون نیستید اینه که همیشه دیگران رو مقدم بر خودتون میدونید. همیشه میگید دیگران مهمترن، در صورتی که اینطوری نیست. Now this doesn't mean you should kick everyone else to the curb and only look out for number one. این حالا به این معنی نیستش که دیگران رو باید بندازیم کنار و فقط به فکر خودمون باشیم. نه، اینطوری نیستش. But it does mean that you should spend more time thinking about your own goals, desires and needs. بلکه به این معنیه که باید زمان بیشتری رو صرف فکر کردن به اهداف، خواستا و نیازهای خودتون کنید. یعنی برای خودتون ارزش قائل بشید. اگه قرار باشه همش وقتتون رو بدید به دیگران، همش قرار باشه که به دیگران هی احترام بذارید، همش قرار باشه که به دیگران اهمیت بدید، خب که برسید که به خودتون اهمیت بدید. برای همین میگه وقتتون رو به این اختصاص بدید که به اهدافتون، خواستهاتون و نیازهاتون فکر بکنید. If you routinely put your friends, significant others and family members above yourself، اگه مرتباً دوستان، افراد مهم زندگی و اعضای خانواده‌تون رو بالاتر از خودتون قرار میدید، then you should find a way to compromise and make yourself happier. بعد راهی برای سازش و شادتر کردن خودتون پیدا کنید. اگه همش دیگران رو مقدم بر خودتون میدونید، اون موقع برید یه راهی پیدا کنید که چگونه میتوانید خودتون رو شادتر کنید. خب بازم میگم انرژیتون نیفته دیگه، آخراشه دیگه، یه 2-3 صفحه دیگه مونده. درست برنامه طولانی هست، سعی میکنم حالا حسابش کنید 3 بخش بوده. این 3 بخش بوده، من تازه 1 بخششو دارم میخونم، 2 بخش دیگه خیلی دیگه طولانی تر میشد. سعی میکنم از این به بعد متن‌های کوتاه‌تر و پربارتری رو بیارم، ولی خب حالا بریم جلو، امیدوارم کمکتون کنه، این خیلی مهمه. If you feel like you're in a relationship where you're sacrificing everything for the other person، اگه احساس میکنید توی رابطه هستید که همه چیز رو فدای طرف مقابل میکنید، then have a conversation about it. در موردش صحبت کنید. You can't keep this up forever if you want to be happy. اگه میخوان خوشحال باشید نمیتونید اینو برای همیشه ادامه بدید این رابطه رو. Learn to speak up for yourself. یاد بگیرید که حرف دلتون رو بدون رو درواسی بزنید. هر چیزی میخواین رو چیکار کنید؟ ارائه بدید. تو دلتون نمونه. If your friend has picked the movie you're going to watch together the last 5 times، رفیقتون رفته یه فیلمی رو انتخاب کرده، یا بیا اینو ببینیم.
It's your turn to make a call. 1000 بار رفیقتون اومده انتخاب کرده که میگه بیا این فیلم رو ببینیم، بیا این فیلم رو ببینیم. حالا میگه نوبت توئه که تصمیم بگیری. بگی نه، این دفعه من انتخاب میکنم بیام این فیلم رو ببینیم. If you start small with asserting what you want، اگه با گفتن خواستات از چیزهای کوچیک شروع کنی، you'll soon be able to make bigger decisions. به زودی میتونی تصمیمات بزرگتری هم بگیرید. و آخرین مطلب، surround yourself with people who make you feel good about yourself. خودت رو با افرادی احاطه کن که باعث میشن نسبت به خودت احساس خوبی داشته باشی. One way to change your perspective for the better is to spend more time with people who make you feel like a great person who is capable of great things. یکی از راه تغییر دیدگاهتون به سمت بهتر شدن گذروندن وقت بیشتر با افرادیه که باعث میشن احساس کنید فرد بزرگی هستید که قادر به انجام کارهای بزرگی هست. دیدید گاهی وقتا کنار بعضی از آدما که وای میسین انگیزه میدن به آدم، ذهن آدمو باز میکنن، آدمو شادتر میکنن، باعث میشن که آدم ایده های خیلی خوبی به ذهنش برسه، کارهای بزرگی بتونه انجام بده. خب میگه وقتتون رو با اینا بگذرونید. If you spend all of your time around people who put you down or make you feel insecure and like you can't do anything on your own، اگه تمام وقتتون رو با افرادی بگذرونید که شما رو تحقیر میکنن یا باعث میشن احساس ناامنی کنید و احساس کنید که نمیتونید کاری رو به تنهایی انجام بدید، then it's unlikely that you'll be making yourself happy anytime soon. بعیده که به این زودی ها خودتون رو خوشحال کنید. اگه وقتتون رو با آدمایی میگذرونید که همه شما رو میزنن تو سرتون، به این راحتی ها احساس خوشحالی نخواهید کرد. پس اگه خوشحال نیستید اینها را بررسی کنید تو زندگیتون، ببینید که وقتتون رو با کیا میگذرونید. Take stock، بررسی و سبک سنگین کنید. Take stock. Look around and see which people really، ارزیابی کنید. در اصل دیگه take stock میگه به اطرافتون نگاه کنید و ببینید کدوم افراد واقعا باعث میشن احساس خوبی داشته باشید، make you feel good and which make you feel terrible about yourself. کدوما باعث میشن که احساس خوبی داشته باشید، کدوما باعث میشن که احساس بدی نسبت به خودتون داشته باشید. If you find that you spend the majority of your time around people who make you feel inadequate, then it's time to cut those ties. اگه متوجه شدید که بیشتر وقتتون رو با افرادی میگذرونید که باعث میشه احساس ناکافی بودن کنید، وقتش رسیده که این روابط رو قطع کنید. Cut. It's nearly impossible to be happy if everyone around you is making you feel worthless. اگه همه اطرافیانتون باعث میشه احساس بی‌ارزشی کنید، تقریبا غیر ممکنه که شاد باشید. پس به اطرافیانتون خیلی توجه کنید. Though it may hurt to cut ties with people who have been in your life for a while، اگرچه قطع ارتباط با افرادی که مدتی در زندگی شما بودن ممکنه دردناک باشه، you have to get in the business of looking out for yourself. اما باید شروع به اهمیت دادن به خودتون کنید. درسته که سخت هست این که بخوایم آدمایی که احساس بی‌ارزشی به ما میدن رو کنار بگذاریم، اما باید این کار رو بکنیم تا جایی که میتونیم ازشون فاصله بگیریم، چون برای ما شادی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم این برنامه تونسته باشه
کمکتون بکنه برای اینکه حتی اگر شده برای لحظه‌ای غم و غصه و ناامیدی رو کنار بگذارید و شادی و خوشحالی رو در درون خودتون جای بدید. امیدوارم این اتفاق افتاده باشه و بیفته. برای من که اینطور بود، این متن رو خوندم تا حدودی کمکم کرد. امیدوارم برای شما هم همین گونه باشه. تا برنامه بعدی، بدرود و خدا نگهدار.